برای دعوای خونه و ماشین به کجا شکایت کنم و چطور شکایت کنم؟ این موضوعیه که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم. در گذشته هر شخص برای ارائه شکایت خودش بعد از تعیین دادگاه صالح باید به اون دادگاه مراجعه میکرد و به صورت حضوری اون رو به دادگاه میداد. چه بسا محل زندگیش یا اقامتگاهش با محل دادگستری فاصله خیلی زیادی داشت و یا اینکه نزدیک بود. اما خوشبختانه در چند سال اخیر با توجه به سیستمی شدن دادگستری و سامانه‌ای به نام عدلیران، هر شخص میتونه شکایت خودش رو در دفتر خدمات قضایی هر جایی از کشور به دادگاه صالح خودش انجام بده و دیگه نیازی نیست که به دادگستری اون محل به صورت حضوری و فیزیکی مراجعه بکنه. برای فهمیدن و تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی خونه و ماشین، خونه مصداق یک مال غیر منقول و ماشین هم مصداق یک مال منقوله. برای توضیحات بیشتر تو کپشن براتون نوشتم که مال منقول و غیر منقول چیه. دعاوی مربوط به مالکیت خونه و اثبات اون با توجه به اینکه خونه یک مال غیر منقوله باید در محل وقوع مال انجام بشه و رسیدگی بشه. برای اثبات مالکیت خونه مدارکی مثل سند مالکیت رسمی، قرارداد فروش و یا هر گونه رسید پرداخت وجه یا فیشش و سایر اسناد مرتبط با اون نیازه. محل رسیدگی دعاوی مربوط به خودرو که یک مال منقول هستش، محل اقامتگاه خوانده یا محلی هستش که قرارداد در اونجا انجام شده. برای اثبات مالکیت خودرو مدارکی مثل سند خودرو، برگ سبز ماشین، قرارداد فروش و مدارک پرداخت وجه و سایر مدارک مرتبط نیاز هستش. در انتها باید بگم دعاوی مربوط به اموال منقول و غیر منقول بسیار گسترده و وسیع‌اند و این گستردگی ممکنه محل صالح رسیدگی رو تغییر بده. و در این ویدیو ما صرفاً در مورد اثبات مالکیت اینها توضیح دادیم.